البته بخشش باید زنگاو کجا یعنی زنگاو جاغوری؟ زنگاو جاغوری کینا زنگاو را شبه قند شیرین لبت را تمشا تو آفریدن از بس که زیاد همدیگر رو ببینه بخی سیر کنه یعنی خوبه نه میگه طولانی باشه الورده امروز خیلی بارتاک دیلی ما کسکلت هستم کجاست کلی تو خو غافل کمی هوشیار شو خواب غفلت تابکی خیلی بیدار خوشمزه است پختی مادری نازنین یا جلیل کسی زوالی که شیروکی دادین در خانه فیلم و چیز و تا گزارش تا حالا را؟ خیره دامیش مامشون که 3-4 روز دیگه وقت بود ای دل غافل به جهان بیخبری شب و روزان در طلب سیم و زری دمت گرم سرمایه عمر من صرف تشکو تقریبا این پرای پره؟ آره من امروز که استشم به گروه خدای خب دوستان مثلا عزیز سلام صبحشون بخیر خدا کنه در کجاست اینجانشون جور باشه اوقاتشون خوش باشم بیاین در امروز نه برنامه امروز مو آوه نازنین در لبتن دوشنده دوستان میگه دیستی سپینش نی آوه نازنین دیستی سپینش یک روز خانه پخته از یادم نره نه؟ فاطمی ایلاد نداره یک روز یک دو کس از خانه خدا او روز دور کنه دکان بزنیم از اون یک سردر یک جاندر میشه اما تو بلد باشه خوبه در این روز دوستا مو خودگان منان داشتی چندانه و نازنین چختر داده نازنین دوشتیم روز ما پخته کنم که دیستی هم نشنم از یاد من نره دیگه ما هم دوستا اینجا قاب جرمون دیگه از مو کار روز میموست اما خبر دراییم دیگه کس من بی میمونیه امتی دیلا خلاص داد امتی میوه خیلی میگه میوه خوش میگه خیلی میگه مخلفات داره آکل زا بیدار تا این المای قبای خو از بس تیاد رو منیال جرنم که عکس با یعنی تیار باشه خوارزدم که امروز من رسگرش دارم ده آبه جلیل نان رس نانو بند خیلی کنم و نانای تابه جلیل خوب شمده خوبه بد نیه نه خواندشت که تو جات نرفته نان پختک دو اینو قلندر خوب شه بالکل سیه خب گرد نانای قشنگ پختک ده زد پیش علی برو تو اینی دارست کار نابله دیگه تو افتاست دندون دیگه ما خمیر مامیر دیست اشتا ما دو کم کن گز بای بیخت مریم که نان راستم تون که نه ما نازنین تمام ده خوبه دیگه ما دو مرون دیگه میگیم کم یاد بگیرم نه علی یاد نه در اونجی خود تو پختنی توال بابه جلی؟ در اونجی که ما که بری که سویلات خود ما هستیم بسه یعنی دخترون در خانه کس باید دخترون پختک نکی در ارکجا بره یاد دیشتش خوبه نه؟ بیزم چی در دهات شوی که در دخترون چی در شار شوی که دیگه امو که از روی خود چمشه قدر خوبه یعنی دیگه باید یاد بیره سبیل تو خود نمخته داری یاد داره نه؟ خیر بودی مقصد یاد نداره ما چیز کنم هلک نه یاد کی سویلار مگم گلک منان دکار نیخ ما نان خوشید نداره امید دیل نمیشه اون سویلار هم تو مگم ما خوش ندارم نه آدم یاد دیشتش خوبه نه در کجا باشه یک دفعه دیلران تلوث نبیشته و امروز خود ندیست خونان بختک مونه آره همون کی بلده یا ما ماسمه جور کنم چند مکیم آب چرخ داریم دیست دارم یاد بگیم یاد رکتی رای چند تا شخته دیلا دا مستانه ما اینو لینجی مگیم بیچاره سویدا تو گلوشانه سرچ باشم یک چشم خمیز مختک یک چشم نه یک نان دو نان آره اینا بیچاره آیالم کمی خرزم ولی تنده بخی بیزا بگیرمش بیروش رفت پاسل قدر رو گاینی تر ریزه باشن هم مختک نه روی شراب خراب باشنه اما پیش خود پاسالا ما اینج من نه تنها رو دینالی خیر نازنین در وقت خوشی چه قید کنه اول باره خطیب تا زیده و جمع کنه نفرا خیره وقتی دیره اگو مجال دامت خوب بود کن کس مایا مکار دیره نه سایی دیره مستیده خود کن که نه آبه نازنین دختری سنگماشش هم چو کرد اگو چه قید پیدا نه دیل از این قدر دقیقه تا ناقراره او ریگا و بند من نفرا پچه میگرده شاخه اینجا خواهم دنو که ور گسته میگم بگم
میگم تو ناور ببرون زهراره. خب نه اولاد شهر دیگه. دوستای عزیز آبی نازنین امروز نان پختک ده دستش درد نکنه. تو خوب نان پختنی آبی لزا یا آبی نازنین؟ آبید زاد افتیایا. راستی؟ با مقدار ما در نمیشم نمیده. راستی؟ یعنی قویتر دام پخت ترایی؟ دام پخت؟ دام پخت مگه اسخل مگه؟ مار تو قدر منم میگه. هم پخترم کسی. ما این مال در نور بور مده سلطان نتا. سیدان بچه میخندی؟ بله دوستای عزیز چیه کچالوی بغل تندوری ما یک دانه خوردم خیلی خوشمزه بود. بیا دوستای نی پستک نانم غدا یک بوجی نقای به هیچ بوگی طول کنه خب نمورا اگه روزی آقای الزاده ماده خود چمد نمور رسیده باید شطور خود نمایی؟ خود من ماری باشد کمی گرکشگاه به امید خدا را دستامو دکتر کوی که ده بود در نظرشی هم رفتن نتونستیم نرفتیم آقای الزاده کشتنی کشتم کوی که انشالله کمی مسافر بخیر با این دلجگرش بخوری سبا چاشت دمی نوبت ملایه نوبت ملای دیگه سبا شو گوشت چی بخوری تا دل گستانم چنم گه بره منجی امون برسی که حسین دادم زنگ ده که نازنین جانش درد نه نازنین ما خیره دامیش مامشون که 3-4 روز دیگه وقت بود. 3-4 روز دیگه؟ نه ده 3-4 روز بشه اعتبار نه دیگه ما تو گو هفته 2 هفته رو میگی ایناش ما کم ده کماییم دیگه. نه بود بریم دل منو قراره خیره قرار بشن نان بدون آدمان نمیشنه آره مو در قدید که شده آقای احمدی جان جور آقای احمدی زی طرف توره میگه خوب کسی جان تو جوره الحمدلله سلام صبحت بخیر چطور هستی خدا را شکر آره. بخیر خوبه زنده باشی یه مسافر شمید نمیه نمیرسه مسافر خب دیگه چیزی که اول خواست خدا باشه نه هر چی آره مثلا گندم هم تا پختنشته و از خوشه چیدانم شافری آره این دیگه امی اون روز که دکتر رفته بودیم امی دکتر که گپ گفته امی صرف تشکو تقریبا این پره آره می این روز که استشم به یک دو روز دیگه مونده خب شاید بستگی شاید بعضی در ضعیفی داره بعضی آره اوترسته ضعیفه شاید یک 3 روز 4 روز از وقتش تیر میشه بعضی دیگه کمک انرژی داره اما بعض وقتا هم از لحاظ دکتری که اونا امیگه گفته که ما زبان از خب آفرین آره دیگه این هم گفت خب هر یک روز درش فرق نداره اما اولاد با خیر دیگه سر مادر و سر پدر در دنیا باید چیزایی نو یاد گرفته سر پدر و سر مادر و با خیر خب ما خب دیگه حالا پدر خویی حقه در باید سر پدر باشه پدرش سر اولاد باشه بعض اولاد ها خب این از اولاد سر باید با خاطر ازی نه با همیشه خلیش باشه سر پدر سر مادر به معنی امزید را که نه همیشه باشه پدر از بچه سر کنه همین معنا رو مگه نداره که آبه جلیل نه اون کلکی هم تو میگه نه سر پدر سر مادر این میگه که منظورش اینجا خب مگه یعنی از بس که زیاد همدیگر رو ببینه بخی سر کنه یعنی خوبه نه مگه طولانی باشه با همدیگر نه آره سندادم بود میگه آره آره ما بهش این روز اول ببرو چای بخور از اون خیر سرش درک آره جایشون خالی چوب چربی جور کده؟ بعضیا چوب چربی میگه بعضیا جیجیق میکنه کجایا؟ اون در میکنه خب بسیار عالی یک قابشی مو بخور یک قابشی آب جلیل کت نازنین میگه بسیار عالی حسین داد که نمخوره نه حسین داد نمخورم میگه از گوشت بخی مارم چربی ما نیک دا وایسلا شد بخی گفته تو نه ما که نمخورم فشارم بالا نه ولی ما جیجیق رو گفته بخور نه هیچ چیزه ضرورت دارم اصلا متوجه باش باشم دیگه خب بسیار عالی دوستا دیگه جیجیق گفتی در بین چیز ها تندور شیرخم تندور آب جلیل چاق تندوره نه این تندور بس او ماشاءالله اما یه جیجیق او چطور روغوی نداره روغن شسته یک کیلو روغن بر که دارد توش خالی خب قد روغنش کچالو مچالو آدم چک کنه خوب شمایه نه خوش مزه میه دوستای تندور از مو خیلی خوب شه به خاطر که اینمی در یک تندور اردو خانه گرم باشه نه این بسیار خوب شه نه در دو خانه دو تندور بود خیلی شام زیاد مصرف میشد سخت
آتای بیرارا بای چیراغا بای محسا جان یک سلام منی بخشید دوستا زد قیتشم. خب دوستان نان از مو مازیر شد دیگه. جیجیق رو نبردین؟ بهش تو خوب سرخ نشتره محمد زاد توی سال مخیاله خب الان خدا سلام دست عزیز امیدوارم بسیار صحتمند باشین دیگه. خوشندین از ویدیو گسپای از ما دیگه. امیدوارم از ویدیو خوشم باشه. تو تره مخری؟ مزه داره؟ دوستا دنبم داریم صبحانه، کچالوی بغل تندوریم داریم، همچنین یه سلامتی یک نان گرم خیلی خوشمزه دستپخت مادری نازنین یا جلیل. جلیل کسا بچهشه؟ دختر کچهش چه نام داره؟ شکلا خو کچه کچه موی دیگه نظر نه؟ جلیل از این رزای از این کچه؟ آره جلیل رضا یک چک چند دختر شدن اطلاع یا نمیه نه از نازنین که ده جلیل از نازنین اطلاع یا سیب والا اصل والا اوی زنده باد خورزه خوبی؟ حالا که الحمدلله ماما جان. سیب تو اصلیه یا اصل هم داری؟ اصلی زنگا و خو سیب البته بخشش بود. زنگاو کجا یعنی زنگاو جاغوری؟ زنگا جاغوری کینا زنگا. زنده باد زنده باد. چطوره کاروبار؟ خدا رو شکر. یعنی ساجی هم کورده به خدا. ساجی که مال کسی دیگه بخشی سوداش بوده بخشی خوبات میده خب. خب یک دکاندار است. خب آفرین. این سیوا کجاست؟ سیواش هم زنگاوه؟ نه سیوایشی مال اولگوی. اولگویه؟ زنده باد یارو دمت گرم به خدا. اصل دم خیلی خوش رنگه. آره 5 کیلو سودا بود. ماشاءالله نام خدای نسل که دوستا سه و اصل خاص دین از آقا شریف گل بگیرید. سلام خوارزه جان. آره خوارزه مینخشم. خوارزه خوبی دیگه جان جور سلامتی؟ سلامت باشید تشکر. اینا دوستان ما دودن اصل گرفتم. اصلش هم قیمتش خوبه دوستا. هم به اصطلاح اصلش خوب شه. اصل خیلی خوبه. آره دم دیگه مال زنگاوا گفتی اصلش؟ از بین درخت برکده از سنگ. نه دیگه از فارم دیگه. از فارم؟ آفرین. زنده خوب باشی. دوستا قیمت هم نداره دانه 80 روپی. یعنی شاید یک دار پی 20 روپی بوتلش باشه نه؟ آره. دمت گرم. ان شاء الله که همیشه موفق باش. چند خلطه سیب سودا دی؟ 6 خلطه ریم سودا کنم. آفرین. چند اصل سودا دی؟ اصل هم که یک 4 5 دانه اصل سودا کردم، یک 2 دانه خودتو گرفتی. آه. خب خوبه. بار کیلا امروز نداشتم. خب. کیلا بار می‌زدم خب. زنده باد. فرغون بلده تورد از خانه؟ نه فرغون نبود. امی خوارزم ده چر نورده. سه ماشین هم داریم داد سه ماشین آسرشی گفتادم نورده خب. نه خب. خبر کو خب. دمت گرم دم دوستا اینمی خوارزم کسا دمش گرم بسیار یک آدمی خوبه. اینمی زبطه سوداک داره ایه یعنی دیگه خوارزده که امروز هم ده خبرم نگده که گان فرغون بلدش میورد نه؟ خبر نگیرم مقصد خیلی خوب شی جور کده ایره. آره ایره خیلی اساسی بودم. زنده باد انشالله خیر ببینی. او آقا جاوید مامای مندانی چی؟ چرا خلاو توغنی جان جور سلامتی. تو چه خیلی ورده امروز چه خیلی بار تاک دیلی؟ ما کله تاک. کجاست کله تو؟ تو خو چند درجن سوداک دی؟ یارک 2 درجن بیلا سودا. او امروز چرا؟ بازار نیه. دیگه چه خیلی سوداک دی؟ خد کله تاک دیگه چیزی خاصی کار. او امروز بازار نیه؟ بازار نیه. خیر بازار که نبود خود آدم که است نه؟ آره. جان که جور که باشه خب؟ خدا شکر آره. دمت گرم. ان شاء الله همیشه موفق باشی. جور باشی. تشکر یک سلام گرم خدمت چینل آقای سلاشکر کمرک. از آخر خوش می‌آمدید یک برنامه دیگه شی که آقای سلاشکر در بازار حضور از این کار از ما گزارش میره واقعا خوشحالی. سلامت باشید دمت گرم. ان شاء الله دم شما گرم. ما با وجود چون افتخار مونم که زحمت میکشید یک لقمه نان حلال برای خانواده خو مبرید دایی سر ما. آفرین به شما. ان شاء الله که همیشه سرفراز. آشپز جان سلام. خسته نباشین. خوبی جان دجور سلامتی. تشکر دوستان. این آشپز یک زمان قزمه خیلی خوب بود. اگان خربدلی میکرد اینال نم نه. دمت گرم. خیلی خوب. بعد نگنایش کنده. سلام علیکم. جان دجور سلامت قد خوش بخیر. سلامت باشی. چرا قدادمت خوبید نمنید؟ چرا خوبی ننی؟ انت من دشنی که آفر نال شد.
دیگه جامان تجاره بخیر. صحت خوبه حالا جایت از کجایا؟ جای ما سنگ ماشه. از سنگ ماشه. خود آره. مگه سری کوی قاده خاشه نموشه، تورای خوب و بد تاشه نموشه. تمام ملک دنیا را بگردیم ای جای مثل سنگ ماشه نموشه. اینا چقدر سنگ ماشه قشنگه دیگه، هر جای دنیا رو بگردی. از کجا سنگ ماشه هستی؟ از سوشیو. از سوشیو زیبا. آره. سلامت باشید. تشکر. مارشل خب میشناسی؟ آقای سلاشور ویدیوهای 303 سالنی. دمت گرم. چطور خوبه؟ بسیار امیت ویدیوهای عالی اینم زاولی که شروع کردین در خانه فیلم و چیزو تا گزارشات 303 سال نده. همین سال دیگه یا ایران؟ نه همینجی. خب ان شاء الله که دوردم بازار رم نو جور کردیم. کجا؟ بازار تای قماندانی جور کردیم. خب همون دکانای لوکس ها؟ ان شاء الله رمی میگن. ویدیو دیگر حتما ان شاء الله. وطنا خرید و فروش و بسیار عالی بسیار. ان شاء الله. تو بچه آقای حیدری؟ نه بچه شریکش بچه سید. خب بسیار عالی. ان شاء الله همیشه موفق باشی. زنده باشید. دست در خد از مباری. سلامت باشین دیگه. خدا نگهدار شما. موفق باشین. خداحافظ. دوستای عزیز و ارجمند دیگه همدیم ده بولانی پزی آقای واحدی عزیز دیگه اینمین دیده 3 نفر از دیده راییه. ما یک چند دانه سفارش دارم ببرم دم خانه دیگه. دستی آقای واحدی و آقا داود هم درد نکنم چینه نزی پسر گل. نام ازی چیه؟ نام ازی محمد حسین. محمد حسین جان دیگه. در نظرم گوشت نظری رم امشاو بار کردید نه؟ بار کردید. دمشون گرم دیگه. جون دوستا خالی جای خدا نظر لاله را قبول کنه. آمین. دیگه انشالله که موفق باشید. خب آقای واحدی سل گچ کردید در بین ازی. در قدم اول سلام عرض ادب احترام دارم خدمت بینندگان محترمتون، خدمت خود شما. امیدوارم که جور و سالم و سرحال باشید. اگر تو سوال دیدی از ما که خدازی دولانی چی گچ کنید؟ خدازی یک مواد مخصوص داره. خب مواد مخصوص داره به نام موج باشان میگه باشان که از این مخلوط میشه یا کچالوی گندمه گشنیزه. خب این چیزا پالگه این چیزا هستن. بسیار عالی. چطوره کاروبار خدا رو شکر همه چیزی که قسمت اون مو هستن. دمت گرم. آره بهترین شمی. آره ما بیرمزی کار راضی و توقع بالاتر از این نداریم. دمت گرم. خدا انشالله خیرین عزیز خیر بده که میت دستی دوستا رو میگیرن. واقعا خدا رو شکر. دست شما درد نکنه که شما سلامت باشین. صدای ما را به خیرین میرسانین که امروز ما صاحب کاریم. 3 نفر دیگه هم در کنار ما میتونن یک لقمه نان حلال برای خانواده در بیارن. آره به هر حال خیلی خوشحال شدم دوستا. بعد از مدت ها آمدم یک ویدیو از اینجا گرفتم دیگه. آقای داود جان تو چطور؟ آقای غلامی صاحب خوب بخیر. همون شعر معروف اول بگه زخ سلام خو کدام ده؟ ای دل ز جهانه. همون تکراری بگم؟ آره تو شعر مخصوص دیگه. خب شعر بدرد همه مخوره. آره او قدر تکراری نزد؟ پروا نداره. تکراری نزد خوبتر برم یاد بگیر. آره ای دل غافل ز جهان بیخبری، شب و روزان در طلب سیم و زری. دمت گرم. سرمایه عمرت به جهان یک کفن است، آن هم به گمان است که ببری یا نبری. معلوم نیست. دمت گرم. یک شعر دیگه ماندرم. خب اجازه هست؟ آره ای دل غافل کمی هوشیار شو، خواب غفلت تا وکی بیدار شو. صرف شد عمرت ز دنیا سر به سر، گرم دنیای ز عقبی خبر. از رفیقانت نمانده هیچ کس، نیست فکرت غیر خواب و بلهوس. دمت گرم. نیست فکرت غیر خواب و بلهوس. دمت گرم. تشکر. زنده باشی انشالله که همیشه سرفراز باشین، سربلند باشین دیگه. واقعا خوشحالم که همینجا هستین و کار مونید. یه امزو آردایی در جایگه دیگه این زولای شما؟ آردی؟ آردی مخصوصه. مخصوصه؟ آرد گمدار که این مخصوص این شرخته میشه برای بلوانی. آردی وقت سلاخ میشه. راست دیگه. دوستان اونجا هم دیگ بخاره تافه نظر بار کده آقای واحدی دیگه. کیار بویش میه احتمالاً خیلی هم شاید خوشمزه باشه نه؟ خیلی. هر کس هم اینجا گرستید باید امشو دعوتی نه؟ هر کس که در 4 طرف هستن
که میتونن برسن، باین یعنی ما دیگه در بست خونه چی؟ آره دیگه اگر دیگ نبود بولانی که هست اردوی چیه؟ پاسور بولانی کنم. بله دقیقا. خب آقای واحدی عزیز، ما هم یک شعر اجازهشون باشه بخوانم چطور؟ فرمایید، ما در خدمت کنم. خدا جهانم تو را خوب آفریده، قشنگ و ناز و محبوب آفریده، قشنگ و ناز و محبوب آفریده. زبانت را شبیه قند شیرین، لبت را طعم شاتود آفریده، لبت را طعم شاتود آفریده. این خدمت شما، امیدوارم که لذت برده باشین. همین شعر خیلی خوش ما یک دوستا یک حاجی صاحب عبدالکریم مالستانی بلدیم رایگ داد دیگه، با مو خاطر دیگه گفتم میره بیخوانم. شعرش هم نو نه؟ از این پیش شعر را نخواندم دیگه. تو باش تو بسم این شعر گفته گودنی دیگر هم بیخوانم میبیخی یه رقم نشد. خب یک شعر ای دیگه. خب آنچه نیکی میکنی پیش کسی اظهارش مکن، گر خدا داند بس است کالای بازارش نکن. سخن زیبا همیشه بوی باران میدهد، 20 بار بر دفتر دل خط دیوارش مکن. از چهره پشت صورتت میترسم، از این همه تزویر و کلک میترسم، از این که از اعتماد بر آدمها هر بار که رسیده ام به شک میترسم. دنیا بدیست روز شب در جنگیم، از این غم و درد مشترک میترسم. ناز بوده ناز کرده من خریدارت شدم، آمدی با جان و دل سرگرم بازارت شدم. ای همه زیباییت در واژه ها جاری شده، شعر بودی شعر گویان محو دیدارت شدم. بله دوستا دیگه قید پختگو شد. یه خوبی داره دوستای عزیز که روغنش قدر دیرمنده نیه که بعض جاها کسته بخی باید بگو سیام شنه. آره روغنش تازه در تازه تازه با تازه. اینا این جمله بولانی جور نی؟ آره روغن به اندازه ازی 50 دانه رو می‌ریزیم. دمت گرم. کلمو اضافه نشین. بسیار عالی بسیار عالی. یعنی چقدر خوب شد دوستا. جوش مقدار دمش گرم. 4 دانه جای نه کاسه ها؟ آره 4 دانه. بله. باز خوب واسو پخته نه؟ آره. قدر دیر چیز نمیشه. نه بسیار زود سریع پخته میشه. امی کاسهش از اینکه کچتر باشه چرخمه. از این کچتر باشه باز اوجاقش هم باید کچتر باشه نه؟ آفرین. باز زمان خوبه که انشالله رو که مشتری زیاد باشه، سفارش زیاد باشه. آره. اینا سفارش های آقای استاد سلحشوره. سلامت باشه. پختن بخشش بخیر که همین تازه گرم زنده باشه. نوش جان کنه. خیر بینگرنید. انشالله خیر از جوانی بینگرنید. دمشم گرم که روزی حلال جمع مرند. خب رفتیم کیله آوردیم و بولانی آوردیم بخورید. میوه تومنده سیو تومنده نازنین؟ خوش. بسیار عالی. هر خیلی که کم بود که هر خیلی که در کارت شد فقط خبر که خب آبل زار که بگید مستقیم قزم خلاص شده؟ خیره سرندش نه خب ما میروم سی محسا جان و شیرین جان تازه پختک به بای وقتی بخورید خوشمزه شما که نمخورید بخورید نه او پیشین نمخوره بولانی رو نان بلید او نم او در کل او بدابوله قابق باید بخشه چک نشه منظور کلا بخور که نازنین نان بخور سب مزه شکنه درست نه شیشه کنه